we need more money. فقیر شدیم، بدبخت شدیم. چت چرا انقدر کوچیکه؟ آی بدبخت. آقا پینه، لینک پینه، اون بالا پینه. همه بزنید روی این لینکه بیاید. بیاید با دارید. امروز میخوام یکم راجع به برنامه صحبت کنیم، راجع به اینکه چیکارا قرار بکنیم صحبت کنیم. برنامه از این به بعد چیه؟ راجع به یوتیوب میخوایم حرف بزنیم. فکر کن چقدر بدبخت شدیم که یوتیوب حتی آدم حسابمون نمیکنه. آقا بذار من یه چیز خنده‌دار بگم. یادتونه دیگه یه مدت اومده بودن گفته بودن آقا میخوایم یوتیوب رفع فیلتر کنیم. ما گفتیم میخواد رفع فیلتر کنه. خب گفتیم حاجی یه جور برده. چرا؟ چون حالا رفع فیلتر بشه ماها بدبخت میشیم، ولی حداقل ایرانی‌ها دسترسی پیدا میکنن به یوتیوب. یعنی یه دنیای بزرگتریه. خب ما از خودی خوردیم. ما از خودی خوردیم که چی شد پس؟ خود یوتیوب زد دهن ما رو سرویس کرد. ما اطمینان من تو آدم با استعدادی بودی، تو به اونا پیوستی، تو پیوستی به اونا یوتیوب. الان برنامه اینجوریه که احتمالا ویدیو کلا کمتر میشه. خب چت بذار بهتون از الان آمادتون کنم برای سالهای آتی. این بازی ها اومد، نمیدونم اون یاروه کیه اومده برنامه داره اجرا کنه، عینکیه اون اومد، عشق ابدی اومد فلان، دست انقدر زیاد شد یوتیوب اینطوری کرد که اوکی بذار ببینم. قبلا مثلا مکسیموم 100k 200k 500k اینا بود، ولی الان خیلی ها دیگه 1 میلیون داشتن میخوردن، نزدیک 1 میلیون داشتن میخوردن. خب اونایی که تبلیغ میدن گفتن آج آقا اینا کیان که نه کلیک میکنن روی تبلیغ نه هیچ کار نمیکنن که، اینا کیان؟ گفتن اینا ایرانی هن. الان دیگه ما به شما پول نمیدیم، ما پیداتون کردیم، لونتون رو پیدا کردیم. یوتیوب فکر نکنم مشکلی داشته باشه، چون اگه داشت اصلا اول میزد همه رو از دم چیز میکرد، ولی مشکلی نداشت. تبلیغ کننده ها مثل این که دیگه یه سری چیزا فهمیده بودن اینا. راستش هم بخوای آره ما کار اشتباهی نمیکنیم، ما تنها راهی بود که داشتیم. ما نمیتونستیم مثلا بگیم آقا فلان نه یا تو یوتیوب فلان. ما دیگه ویور تو ایران بود، گفتیم آقا دیگه بذار ببینن دیگه، دارن میبینن. حالا تقصیر کیه چرا الان نمیدونم، چون من خودم فکر میکردم دیگه وقتی که همه دارن اوریج 1 میلیون میخورن، یعنی الان فقط فکر کنم اومان داره اوریج 1 میلیون میخوره، یعنی هفته 1 میلیون میخوره. خب چرا نمیایید آپارات؟ برادر خوب تو چشای من نگاه کن. من حاضرم برم تویچ که هیچی نمیده، هیچ نه پولی میده نه چیزی، فقط از طریق دونیته، ولی آپارات نیام. اگه فکر میکنید مثلا یوتیوبرها قراره بیان آپارات، امکان داره بیان آپارات، خیلی امکان داره اتفاقا بیان آپارات، ولی اسمشو نذاریم آپارات. بریم پیش علیزیا. خلاصه الان یوتیوب دیگه این داستان پیشش اومده. برنامه ما چیه؟ برنامه ما حقیقتا مثل قبله. چرا؟ چون ما استریم میکردیم، واد ادیت میکردیم میذاشیم یوتیوب. الان احتمالاً کار خیلی بیشتر میشه ولی روند همونه، ولی تمرکز میره روی استریم برای کامیونیتی ما. خودمون برنامه مثل قبل، صرفاً بیشتر فوکس میره روی استریم و اگه درآمدا توی یوتیوب صفر بشه طبیعتاً فعالیت ما هم اونجا کمتر میشه. خیلی هاتون فکر میکنید مثلا اینجورید که آجی واسه پول همه تون واسه پول کار میکردید کثافتا، من فکر میکردم تو رفیق منی فلان. استاپ. نه، تو مامان بابات میرن سر کار، خودت درس میخونی، برای چی داری درس میخونی؟ برای اینه که لذت میبری از درس خوندن مثلا فلان بهمان، برای اینه که بری کار پیدا کنی پول در بیاری در نهایت. شاید علاقه داشته باشی به درسی که داری میخونی ولی نهایتا پول. منظور این نیست برای پوله، برای اون آرامشیه که پول میاره، اون آسود خاطر کردن پوله. خب یعنی یه سودی باید داشته باشه برای آدم که آدم اصلا انرژی داشته باشه. وقتی سودی نداشته باشه انرژیت هم کمتر میشه. مثال میزنم الان این کانتنت هایی که حالا ماها اینجوری نبودیم، ما الان خیلی نزدیکتریم به همین کانتنتی که آردی داریم میسازیم، همه قراره بسازن. مثلا الان استودیو میگرفتن فلان چیزو بخر فلان چیزو، این دیگه الان ارزششو نداره. اینکه شما ارزششو ندارید، زحمتش ارزش، آوتکامشو نداره. ببین
انتظاری ندارم. خب ولی اگه میخواید مثلا کسی که نه فقط من، کسی که براتون کانتنت میسازه انرژی داشته باشه، ارزش بذاره برای کارش، شما هم باید ارزش نشون بدید. حالا قبلا نگاه میکردید فقط، الان دیگه باید مثلا باید نه مثلا بهتری که حمایت بشه از استریمرها. فقط هم ایران نیست، کلا شما هر خدماتی که میدی ارزش داشته باشه، وگرنه دیگه الان کار ما ارزشی نداره، صرفا داریم میشینیم یا گیم میزنیم یا فلان میکنیم بهمان میکنیم. آره خلاصه ما صفر نمیشه، من صفر نمیشه کارم، میره بیشتر سمت استریم، وادا رو ممکنه بیشتر بذارم، صفر کار من نمیشه چون علاقه دارم به این کار، اصلا کار دیگه ای بلد نیستم. اگه برام آنچنان اون ارزش داشته باشه که انرژی بذارم روش، وگرنه من حالا زندگی شخصی منو نمیدونید راجبش، ولی من یه مشکل خیلی بزرگ دارم در حدی که میتونم بگم حیاتیه و مجبورم هدفم رو درآمدزایی باشه. خب مشکل دیگه همینه، وقت قماره باریکلا دیگه، الان دیگه آیاره قمار. ببین تو وقتی آمریکایی تبلیغ آمریکایی میبینی، تو وقتی ایرانی چه تبلیغی میخوای ببینی؟ تبلیغات نیست برای ایران. به علاوه این که اگرم باشه، ابی جان یه لحظه کوتاه بیا، اگرم باشه خیلی پول کمتری میده اون تبلیغ به جای مثلا یه آمریکایی. خب بگذاریم حالا. خواستم اینو بگم، شما ویدیو آخر منو دیدید دیگه، اونی که انیمیشن بود، ادیت بود، فلان بود. خب اون برای من فکر کنم 6 روز وقت گرفت. 6 روز وقت منو گرفت. 6 روزه، روزی مثلا 5-6 ساعت، روزی 5-6 ساعت. خب و بعد گذاشتم ویو نخورد. کسی رو بلیم نمی کنم، ولی دارم میگم وقتی آدم انرژی که میده رو نگیره دیگه یه انرژی کمتر میذاره. ببین این یه چیزیه که مثلا خود مخاطب باید اینو متوجه بشه. توی ایران جا نیافتاده به خاطر اینکه بیزنس ها توی ایران اینجوری نیست، ولی مثلا تو خارج تیپ دادن، یه مقداری اضافه دادن از مبلغی که باید یه کسی بده فلان و اینا، این چیزا رایجه، اصلا هست، چون جزوی از فرهنگ اون کشوره. توی ما جا نیافتاده، نیازی هم نیست جا بیفته، ما وضعیت اقتصادی اون مثل کشورهای دیگه نیست. ولی در کل میخوام بگم یه هم چیزی هست، اگه میبینید خارجی ها اینقدر تلاش میکنن، اسپانسرشیپ دارن، حمایت از ویور دارن، فلان دارن، بهمان دارن، برای اینه اینقدر انرژی میذارن، کانتنت های جالب میسازن. بیاد فیلیمو چی مثلا سوی سلوار اونجا میبینی. خیلی خوش اومد آقای مدیری، امروز میخوایم با هم بریم بابا رو دوری مخفی بگیریم براش، بهش بگو من مردم، ببینیم ریاکشنش چی. آقای مدیری بریم، بعد از این تبلیغات برمیگردیم. هرها مرسی، امیدوارم اوضاع بهتر شه. نمیشه واقعا بهتر نمیشه، ممکنه تغییر پیدا کنه ولی بهتر نمیشه. به لایو آریا و بنیامین و سام صابری هم ریاکت برو راجع به یوتیوب و اینا حرف زدن، ببینیم. بذار اینجا بنویسم. آقا یعنی من امیدوار نباشم درآمدو نصف شده نسبت به هر 1000 تا ویو، و هر چی تعداد ایرانیایی که تشخیص میده بیشتر بشه، این رقم کمتر و کمتر میشه. الان آخر ساله و 4 برابره، الان 4 برابره که اینه، از ماه دیگه همینم کم میشه. خب یعنی ممکنه به نیم، به 50 سنت مثلا برسه. حالا من باز خوبم، یه سریال دیدم مثلا 70% ایرانی تشخیص داده، مانیتایزیشنشون بسته شده. متاسفانه این ناراحت کننده است، یعنی دیگه درآمدزایی از اون یوتیوبشون ندارن، سر اینکه یوتیوب فهمیده آقا بیشتر کسایی که دارن استریمتون میبینن ایرانی هن، پس دیگه خدا نگهدار. اگه یوتیوب بخواد گیر بده، درآمدش کمتر بشه، اینا مجبوریم بیایم کیک. من یوتیوب دوست دارم حقیقتا، حتی اگه واقعا برات ناراحتم حس ضعیف بودم من دست داد، یعنی واقعا برات ناراحتم. ببین از اولش معلوم بود، خب یعنی چیزی نبود غیر قابل پیش بینی باشه، ولی خیلی زود اتفاق افتاد. من فکر میکردم مثلا دیگه همه دارن 1 میلیون میخورن فلان اینا، میفهمه و دیگه چیز میکنه، ولی مثلا من خودم تازه داشتم اوریج 100k میخورم، تازه 100,000 تا ویو داشت عادی میشد. تکلیف اون یوتیوبرایی که از داخل ایران ویدیو انگلیسی زبان آپلود میکنن، اینا هیچی چیزی نیست. مشکل ویوره. یوتیوب کاری نداره که توی ایران داری کار میکنی، کار داره از ایران دارن میبینن. البته کار داره که ایرانی ها، ولی با وی پی ان درست فلان خودت میتونی چیز کنی. مشکل ماییم. من چشم آب نمیخوره. خب من منطقی ترجیح میدم نگاه کنم تا
ترحم به خودم بدم. شاید اوکی بشه، من جوابا رو ندارم، ولی اگه یوتیوب این کارو کرده دیگه دست ما نیست. ببین چنل فارسی اصلا از اولش اشتباه بود اگه چی بخوای، خب یه ریسک بود، یه گمبل بود. در نهایت یوتیوب میفهمید. خب ما فکر میکردیم خیلی بیشتر طول میکشه، مثلا بچه‌ها بالای 15 سال کار کردن، بالای 15 سال کار کردن بعد تازه شاید این اتفاق شروع بشه افتادن. ولی الان خیلی زود بود. به نظرم تنها راه این که همه یوتیوبرها ریجن ایران رو ببندن مثل ویدیوی دیشب عشق ابدی که همه آفرین. یه راهی که هست اینه که با MCNی که قرارداد داری ببندی که آقا هر کی از ایران میبینه یا از آلمان میبینه، هر سروری که مثلا ایران راحت بهش وصل میشه میبینه رو بند کن. ولی خب ویور مجبور میشه دیگه هزینه کنه واسه VPN. بذار بریم این ویدیویی که بچه‌ها راجع به یوتیوب صحبت کردن یه نگاه بندازیم، بعدش میریم. بچه‌ها سلام کردم، خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه است. سلام آقای مسی. آقا خیلی ناراحت به نظر نمیاد. یعنی بابت هر 1000 ویویی که ویدیوی یوتیوب شما میگیره $5 یوتیوب به شما حاجی آریا میخواست بابا بشه تازه. همه درگیریایی داشتن و البته فکر کنم آریا قطعا سیو داشته. ریسکه دیگه حاجی، ریسکه کاری. وقتی خودت یه بیزنسیو داری، خودت رئیس خودتی، خودت باید برای خودت تصمیم بگیری، ریسکه. اگه بری یه جای شغلی کاری بکنی یارو همه چی واسه چیده میگه فقط بیا سر کار، ولی خب دیگه آقای خودت نیستی، درآمد ناچاران دست خودت نیست. توی سری کشورها وضع اقتصادی خرابه، پس مثلا دلیل نمیشه که شما الان مثلا چه میدونم تو بنگلادش بری ساعت رولکس تبلیغ بکنی خیلی بیان بخرن، ولی مثلا تو سوئیس رولکس رو تبلیغ بکنی تو یوتیوب خیلی قراره بخرن. پس RPM بنگلادش با سوئیس زمین تا آسمون فرق داره. آریا چند انگلیسی زد؟ نه آره دیدم، بهم ریکامند شد ولی فایده ای نداره. ایران کشوریه که تحریم از همه لحاظ تحریم. چون وقتی تحریم باشی یوتیوب، گوگل RPM برای ایران در نظر نمیگیره. اتفاقی که میفته یوتیوب الان میگه که اوکی شما داری نگاه میکنی ولی تو اهل آمریکا یا هلند نیستی، پس من برای تبلیغات نشون نمیدم. یا اگرم تبلیغ برات نمیدم تو رو حساب نمیکنم که پولی از حالا یا تبلیغ دهنده بگیرم بابتش، خب یعنی لغو میشه بعدن، مثلا میگه این اشتباه نمایش داده شده بود این تبلیغ. الان آدینس منو ببینید الان زده 58% حاجی، واسه من هنوز 50 نشده. البته باید ببینیم کدوم ویدیوش. 8% ایران. خب قبلا این یونایتد استیتس و جرمنی و فرانس و اینا همه مثلا 20% 18% اینا بود. خب الان شده 60% ایران. حالا این RPM 7 روز گذشته کل چند. حالا اگه مثلا بیایم ویدیو آخر رو در نظر بگیریم، ویدیو هتل بند درآمدش $10,000 بود. آریا خیلی حالش خوبه. آریا اصلا من بعید بدونم چه اتفاقی به 1 میلیون خورده. 1 میلیون خورده. میلیون ویو بخوره $10,000 بهت بده. خیلی تماشا کردن، تایم ویدیو خیلی بالا بوده و ویدیو خیلی جالب بوده. آره این هست. ویدیو خیلی قشنگ بوده برای مخاطب که خیلی تعداد زیادی تماشا کردن. مثلا تا همون نیم ساعت اول ببین مثلا هنوز 40% دارن تماشا. خیلی عدد خوبیه. یادم مستر بیس مثلا رو 50 نگه داشته بود تا آخر مثلا پشمام میاد. 1 میلیون اصلا بگیم این مثلا 8,000 100,000 تاش هم کم بکن 1 میلیون 100 دیگه 8,000. نصف $8,000 چقدر؟ $4,000. میریم سراغ ویدیویی که هتلی که آخرین بار آپلود شد. $800. آدینسی که داره 60% ایران. آدینسی که این داشته چقدر بوده؟ 36% ایران، 20% یونایتد استیتس، 11% جرمنی، 6% کانادا، 5% چندین درصد انگلیس. حالا RPM چقدره؟ RPM 1.91. اینجا چند بوده؟ RPM 8 بوده. پشما حاجی آریا بازم خوب میتونه در بیاره. حالا دیگه انقدر شاید زندگیش مرفه نباشه ولی بازم میتونه خوب ده. اگه اینجوریه وضعیت، من فکر می‌کردم خیلی وضعیت همه بده. ویو روزانش به 2K رسیده. بچه این خونه بنیامینه؟ سام؟ خونه سامه؟ یکی دیگه از چیزایی که بچه‌ها پیشنهاد میدادن و میگفتن انجام بدید. سام صابری حاجی راحت استریمشو میکرد، الان داره استریم. اینم نمیشه. حاجی این کلیپا چیه؟ این آقای کیه؟ وای چقدر خوبه. بابا مادرتونه. یا بابا ولی بخوام رو راست بگم حالا این وضعیت واسه ایرانیا باز اوکی تره، واسه بچه‌هایی که خارجن خیلی سخت می‌ذاره. واسه ماهایی که مثلا دلار بالاست فلانه بازم اوکی. نمیدونم باید ببینیم میصرفه یا نه، چون الان واقعا میصرفه. داشت آریا کوکس داشت 10K در میاد دیگه. دیدیم دیگه همون چیزایی که نیاز بود دیدیم. خودم هم یوتیوبرم اطلاع دارم. چند یعنی من فقط صرفا واسه شما گفتم.